شنبه و یکشنبه 11 و 12 اپریل استانبول، انکره و دیگر شهر و مرکزهای مأموری ترکیه در حالت کرانتین خواهند بود. کاربران رادیوی آزادی در ترکیه میگویند شام دیروز وقتی وزارت کارهای داخلی ترکیه قرار کرانتین 2 روزه را اعلان نمود، تاجران شبانه دکانهایشان را باز نمودند تا قبل از آغاز رژیم گوشه‌نشینی مال و کالای خود را فروشند. این اما در ترکیه کرانتین اعلان کردن. این شبکه سوداگرا اومدن. این همی 10 minut پیش این اومدن بار ویکند همه سودا کرانتین سخت میشوه. این خرید فروش مردم همه اوچیر به مگزین کرانتین وضبین میشوه. این مردم ها بینید همه سیومکا اوچیر مردم کرانتین به حد سخت میشوه. نه تا قدای کوچه همه جا. ترکیه روهای هوایی بین المللی را متوقف کرده است. مکتب و آشخانه ها بستند. نمازهای دست جمعی نیز برگزار نمی شوند، ولی کار در مؤسسه ها قطع نشده است. در ترکیه 7747 حادثه گرفتاری به بیماری کووید 19 تصدیق شده. در دوام 24 ساعت اخیر 98 نفر از کووید 19 وفات کردند. عموماً کووید 19 حیات کمش 1006 ساکن ترکیه را از بین برده است. وزارت کارهای داخلی ترکیه امروز و پگاه تنها به فعالیت نانوایخانه ها، داروخانه ها و مؤسسه های طبی اجازت داده است.